سلام دوستان عزیز، برادرای قدردان. این از دروازه مدینه در اومدیم، دروازه شهر مدینه. اینا دوستان بهتر از یون شهر مدینه را بینید. اینا دروازه شو بینید. اینا دروازه شهر مدینه را در اومدیم. اینا سلامت باشید، سلامت باشید. این اما خدا شکر، بزرگی خدا جانم دروازه مدینه را در آمدید. انشاءالله که دو سه روز پس مکه خرج می‌کنیم. نه دوستان عزیز، دروازه مدینه، اینا دروازه مدینه داریم. زنده باشید. tam راست میگه، سوتافون نداشته یا تا دوستان عزیز، در درون شهر مدینه هستیم. آقای برادران بعد از نماز خفتن سوان هم متن نماز میشه. سوان بزرگ که 7 متن سعادتون برسون، به فرزندو رو فرزنددار کنن، به شوهرها رو شوهردار کنن، به زنها رو زندار کنن. خداوند بزرگ کدام مسلمان چی مقصد در دلش داره مقصدش برسه. ما که پروردگار رو همین مدینه دعا میکنیم که خداوند بزرگ همه رو بازداشت کنه. میرم تو رحمت الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. خدایک محمد رسول الله. سبحان الله، 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 سبحان الله. خداوند بزرگ پیشکاری همه تا کشاده کنه در این بامداد. آقا پروردگارا چه گناهی کردیم رو بخش خدای خود. مدینه منوره. لا اله الا الله محمد رسول الله. خدایک هست محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. خدایک هست محمد رسول برحق است.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على دوستان عزیز درباره سلام علیکم، شکر خدا که نماز خوندیم با هم روی بندران. ایام در مدینه هستیم. مدینه خداوند بزرگ نگاهبان تو باشه، جای باشده باشه، سربلند خانوادات و تنسرد باشه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. محمد صلی الله و آله و سلم پاک پروردگار روز قیامت بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم حياك الله حجي بسم الله الرحمن الرحیم حجي هيا حجي بحر ما في حجي همجا نماز میخونم همجا داشته همجا زندگی میکنم هم جای استقامت، جای زندگیش، جای هم نماز میخوان هم چای میخوردن مقصد اینجا میشه بازی اینجا خوابانین، اینجا باینانگیش من باینانگیشته نماز میشتم همجا چی میکنم جای خوابش ها دیدم اینجا اینه باینانگیش روح صلاة بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم. نه تنها به خاطر شما ما بنوار گرفتستم که شما ببینید همه کتاب قرآن لا اله الا الله محمد رسول الله در حق همه مسلمان های روی دنیا دعا میکنم بخشدم این آیت کلام ربانی را برای بی حق سبحانه جل جلاله و روی پرفتوی حضرت محمد مصطفی صلی الله و آله و سلم پاک پروردگار پیش کن نکشاده کن گناه های ما را عفو کن از ایمان خارج ما نکن ای الله بزرگ مهربان همه ما مسلمانان را در پناه خودت نگهبان باش پاک پروردگار کسانی که مکان مدینه را زیارت خانه خدا میخوان همشان پیش کارشان نکشاده کن با دیداری مکان مدینه مشرف بگردان بی رحمت یا رحمت الرحمن الله اکبر یا الله میبرم برای عظمت الهی شاهی الهی محمد صلی الله و آله و سلم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام علیکم يلا يا اخوان السلام علیکم يلا يا اخي جزاك الله خير يلا يا اخي تفضل يا شيخ يلا يا اخوان ماشي يا شيخ ماشي يلا يا اخي طريق بارك الله فيك طريق يلا يا اخي يلا يا اخي
نه منزل جوی صحابه ها. نه منزل جوی صحابه ها. رفتم تمام. اینجا ده نه توبه وارد استیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صحابه ها اینجا در یک روز هر یک نماز ده تا 20 تا 30 تا مرده رو میبرن. اینجا صحابه ها یکم از شبا باشه قلب مایده مایده که نمیدونم مایده مایده خورم مایده مایده کشه بینختگه مایده مایده کشه بینختگه خورد همه بولده خوری پیغمبر محمد صلی الله علیه و خوریستانه بید همه جاش بخرانه دوستان عزیز کوشش کردیم که بدرویم اینجا هم بار ببینیم اینجا باشه سنجان باشه اینجا ده همه صحابه ها خوان اینا قبرستانه که کلی صحابه ها ما در همینجا حضور داریم. همینجا خداوند بزرگ شما بیاین اینجا رو جای مقدس های روی زمین ببینید و مکه و مدینه رو ببینید واجی شین سربلند باشید حق ما هم دعاگو باشید. سبحان الله به هر دمم یار توی سبحان الله کشایشی کار توی سبحان الله به عزت کل فیکون سبحان الله مرادی همین جماعت مسلمین را حاصل کن برحمتک یا ارحم الراحمین. خداوند بزرگ کل مسلمانان را چیکار کنه کل مسلمانان را نصیب همین جا گردانه برادر رای را گشتگی ثواب بای ثواب. مسجد حضرت بلال انا اگه دعا میکنیم که ای خدا ای خدا یا کریم یا رحیم یا سلامت باشید دوستان. سلام علیکم برادران عزیز. این حال ما در مسجد رسول اکرم محمد صلی الله علیه و سلام حضور داریم. خواستم که پیش از نماز یک دعا با کل مسلمانان حاجی معروف. سلام علیکم برادران عزیز. در مسجد رسول اکرم قرار داریم. خواستیم که پیش از نماز در حق اپا و خواهران برادران غریب یک دعا کنیم. پروردگار کدامایی که بیماری دارید شفای کامل عطا بگرداند. پروردگار کدامایی که به فرزند صاحب فرزند عطا بگرداند. در شهر غریبی هستید پروردگار از پستی بلندی های زمین و آسمانی نگهبانتون شو ساق سلامت به پیش پدر مادرتون به سری پر بر بگردید. پروردگار این خانه زیبای خودش رو این مسجد زیبای خودش رو در هر یکی شما نصیب بگرداند. ربنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنده باشید برادرای عزیز. زنده باشید. خداوندتون جوان باشه. خداوند همتون شش
کل مردم مسلمان و کل مردم تاجیک کسانی که مکه و مدینه را میخوان که بیان دام بکنیم که اشکاشون علیکم دوستان عزیز با رحمت الله و برکاته. کجا میریم از یک برادر؟ بازی مسجد قبله‌ای میریم. مسجد قبله‌ای. باغ خرما. باغ خرما. البته که من برای شما نشون میدم این اتوبوس کلان. میرم زده همه نشستن. ما برای شما بنوار میگیرم و نشون میدم. ان شاءالله که جای پیغمبرمون جان کرده دندونی مبارک شش کانوندگان. ان شاءالله که همه شما برای شما یک به یک نشون میدم. سلامت باشید دوستان عزیز میریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خوب هستین حاجی بیبیو؟ زنده باشن زنده باشن. اینم که یک دو بتن که سفر میکنه میلای امین. امین. الله اکبر. روی سفید هممون روی سفید هممون حاجی میاره میکند میاره میدف نوبت انا میخه همه کسان با همراه همه حاجی بیبیا و انا حاجیا رفته است مکه سفر داریم ان شاء الله که رای سفر داریم. اینا فقط داغوی بسم الله الرحمن الرحیم. بیا دست بیا یا بسم الله. ها با حضور یا بسم الله. بیا صبر بیا ها یا بسم الله. میشه چوبان این همه کسا سفر داریم. خداوند همه تونو در تاجیکستان و در کجای باشن میبینه. اینا همه کسا برادران روی سفر داریم. زنده باشن. بابای حاجی ای مسچو سر بلند باشن. همه تونده برای کار زنده باشن ان شاء الله که زنده باشن. در اون اتوبوس همه کلی مادرها بودن. ما همگی 5 اتوبوسیم در اینجا همه مرکویم. در اتوبوس همه مرکویم ان شاء الله که همه حاجی بابای نورانی در اینجا نشستن. در اونجا حاجی بیا ان شاء الله که برادر ما راه بلدی میکنه بعد ما ان شاء الله همه چه من برای شما منوار میگیرم و نشون میدم تا که شما با خبر باشید سربلند باشید. خداوند بزرگ همه تا با مراد و مقصد برسونم. همه حاجیشین بیرم انا مسجد حضرت بلال اینجا. انشالله میریم همشا مسجد قبله‌ای کوهی احد که پیغمبرمون در اونجا جنگ کردن دندان مبارک شش کردن. انشالله شما دا بنوار بگیرم نشون تاگی مسجد خطی همه موز در تاگی مسجد پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم. خاکی جو دولت های ابوالقدرات همینجا پشتشم.
شهر مدینه برادر، شهر مدینه. ای آنم که دیدسته آنم که میریم شاید اللي بيجي بدري بيجي متاخر من عليه يعني ما هم كلهم بيجي بوقت واحد. برادرها کوی احد پیغمبرمون در اینجا جنگ کردگی، چندین صحابه ها جان باختگیان، جان دادگیان. این اینجا مسجد قبله‌ای. این برادرها نه آدمای ما اومده است، نه هم من اینجا آدمای ما نه افتابوزای ما سربلند باشه. این یک بار دیگه من نشون میدم کوی احد ها. این کوی احد. این برادرها مسجد قبله‌ای. انشالله که خداوند بزرگ کسانی که آرزو و نیت خونه کعبه را دارند خداوند بزرگ همشان را برسونه به مراد مقصدشون. دوستان عزیز اینجا سر قبر امیر حمزه، سر قبر امیر حمزه. این که چقدر تازه امیر حمزه یکی از دستان راست پیغمبرمون محمد صلی الله علیه و سلم. آن پیش جل همه آن که جنگ کرده. این هم طوری که بنامار گرفتم میرم طوری هم که میرم. این که مقصد جنگ بود، کشمکشی بود. انشالله که من میرم طوری همی که بلندی همی که میریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا جنگ شده گرد. اینا کفتر رنگ موسیقی خمون. این پرید رنگ موسیقی خمون کفتر چند موسیقی خمون. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما بچه‌ها در اینجا پیشک بی حد بسیار در درنی مسجد مدینه هم پیشک بود. در همه جا پیشک هست. پیشک در خونه هم نگاه بداری ممکن بده. اینا بده مقصد. اینا این مهر بینید، این محبت بینید، این کفترها رو ببینید. پیش آدم سونه میره در تاجیکستان. ما کفتر نمیدونی کجا میپره میره میبینه تا جوشونان میخرن کفترها را. این مهر، این محبت، این دوستداری رو بینید، این صداقت بینید. باور کنید در اینجا همه مسلمانان لیل گفتن مقصد مسلمانان نمیدونم عرب باشن یا کانادی باشن نفهمیدم. اینجا شکل چی نیستن مادرها. نگاه که من نمیفهمیم. اگم ایریم دارم بخچونه. نه اینجا ده جنگی کلون اینجا شده. این کفترها رو بینید، کفترها رو بینید. بیا ما شما سلام میگم. من برادران آخرش وخرته دیا لا صير ما صور جاي خلاص ها ياخذون مناصب انا يا قوم صورتشون میاد. کار هم بلندی بریم کوچیک پایین بلندیدم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا کجا بودن؟ این باغ خرما هایی بودش. نه بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله محمد رسول الله. نه کی پیغمبرمون در اینجا. نه میگه کی و سلام علیکم این برادرای. علیکم رحمت الله. خوب سلام علیکم. خوب است بابا جو خوب است تیجه کارو خوبه. نه برادرها اینا طور بلندی همین که پیغمبرمون جنگ کرد. بسیاری بعد صحابه در اینجا بندگی کرده. سلامت باشه. عزیز من شما در کفترهای کهی را نشون میدم که خطی آدم ها میگردن. این کفتر کهی اینا یا بسم الله. خداوند بزرگ این معجزه ها شبیه این کفترها را بی خطی آدم ها میگردن. کفترها
ای آدم ها دور نمیگریزن هم که جای آدم های پیش آدم میره اگر شما بخواین میدین راست میدم میرم هی انم کفتر رو سیم کنم بازی بیست بازی بیست بازی بیست یا بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله وقتی مالوانی ما بیادم بیارم یا بسم الله الرحمن الرحیم وقتی مالوانی رو بیاد بیارم این کفتر رو بگیم اینجا مسجد قبلگی میگن اونجا به ما ماشین پیش میگذارم های ماشین پیش میگذارم انشالله کفترها در نزدیک شدیم کفترها این کفترها در بسیار نعیم سید علی ذوق داره نعیم سید علی اینا کفتر میگیم کفتر دارم دیدی کفتر نگاه کفترها رو دی کفترها رو دی یا بسم الله الرحمن الرحیم کفتر رو دی کفتر رو بی بچه همه جا کفتر هایره نهایت میدای کفتر رو میپرن کفتر رو در درنی مسجد تنیا در خوجند خمون هم هست مقصد یکی اینجاش رنگی خوجند خمون شید من در خوجند خمون دیدم ایوران سربلند باشیم با جایی که رفتم همه تو که ما بنوار میگیرم بعد شما پیشکش میگیرم دوستان عزیز مسجد قبا مسجد قبا اگر در درنی همی در اومده در رکعت نماز بخونی ثواب حج عمره را میگیری ثواب حج عمره یک در رکعت نماز در درون همین مسجد خوندن یک ثواب حج عمره انا که ان شاء الله که ایرا وعده پیغمبر مونه وعده خداوند که در مسجد قبا اگر بدون در رکعت نماز بخونی ان شاء الله که در رکعت درون نماز بخونی حج عمره یک حج عمره را ثواب چه میگرفته ای نزدیک چطوره که گفتیم مسجد اگر در آمده ما انشالله که خواهان لایه مؤمنین در رکعت نماز تایی مسجد در رکعت نماز بخونه انشالله که یا که باز یک حج عمره دیگه کرده خواهان راضی باشه این کسانی که میان البته که بیان اول انجام نماز بخونن انشالله بعد پیغمبر رو این درون مسجد قبا بسم الله الرحمن الرحیم عزیز انشالله که نماز خوندیم انشالله که دوستی عزیزم در یک مسجدی هستیم برادرها که در این مسجد در رکعت نماز میخونده گویا که تو حج عمره کرده این قرب شوی توبه کردم خدا این در جهان یکم مسجدی که بعد از مکه همی آیوخت بعد از مکه همی اینجا همه بزرگا ماندگی نماز خوندگی در حق همه دعا کردیم ما در حق همه مسلمان ها در حق کلی مردم تاجیک خداوند برکت دین را طوری سرتان برسونه الله این دوستان عزیز در زمستان درخت گل داره در مدینه ما باغ خرما رفته استعمال ان شاء الله این باغ خرما رو به شما سیمکو کردن نشون میدیم ان شاء الله ما باغ خرما رفته استعمال در سفر نصیب کنم شما رو نشون میدیم باغ این باغ دیدیم بچه باغ خرما باغ خرما انشالله که در باغ ما شما دو بچه مکردن نشون باغ دیدیم باغ دوستان عزیز اینجا باغ خرما چی جای خرما هستن همه این قسمتی خرمای مدینه
اینا همه نمود خرما در اینجا هست. تمام نمود خرما، تمام نمود خرما در اینجا هست. برادران عزیز چی نمود خرمایی که شما بگین در اینجا هست پیدا میکنید. حالا من در باغش با شما رو میبرم. عیناً باغ میکنن اینجا میارن میفروشن. این زرد این یخی این یخی. دوستان عزیز اینجا همان جای خرما. اینجا زنده باشن این برادران. اینا دوستان عزیز من خواستم که این باغ خرما رو با شما نشون بدم. همونجا جای خریدنکش رفتنم. ما راستی گپ جانم این خونه رو بینه حیران و بلنگار های ببینیم چی گپ شده. اینجا باغ خرما بوده. اینجا همه خریده است من نفهمیدم. ما هم بازارش رفتیم همونجا هم بازار ارزان بوده به فکرم. اینجا قیمت‌تر اما این بازار خوبه و زنده باشم. باجی معروف های کاخی میره کاروان سخاوت اینه کاروان رسیده سمید اینا الکای هم آمده است های شارکی همه پرد واه سسمی بچی تمام سریالی تا مدینه رو سریال شکرا حبیبی. خیلی سلامت باشه. این باغ عزیز شما رو نشون میدم. تماشا کردم این هم باغ بودن کردش. باغ خرما. سربلند و خاناباد باشه دوستان. ای بالای باغ من شما رو نشون میدم. ای بالای باغ البته من همش سیاگه میکنم شما دا میپرد. این باغ خرما ها بینید. این همش در مدینه ای بچه ها در مدینه. چند باغی که بده اینا اونا باغ همش در مدینه. همین باغ خرما همش در مدینه. خرمایی که خمونده میران میخریم اونا نشانتون دادم که خیلی سربلند و خاناباد باشه. بازم در پناه خدا باشد. خداوند بزرگ شما را نصیب کنه و بیاین همینجا را تماشا کنید. سربلند و خاناباد باشد. تشکر. هرگهی خیزم ز خوابم یاد محمد میکنم. هرگهی خیزم ز خوابم یاد محمد میکنم. زمزمه اندر زبان نامی محمد میکنم. از گلستان گر رسد از گلستان گر رسد اندر مشامم عطر گل در گمانم آن زمان بوی محمد میکنم. از گلستان گر رسد اندر مشامم عطر گل در گمانم آن زمان بوی محمد میکنم. در گل سیاه گوش بینم
چشم و ابروی رسول چون گل صد برگ شبیه روی محمد میکنم در گل سیاه گوش بینم چشم و ابروی رسول چون گل صد برگ شبیه روی محمد میکنم بنده هستم پر خطا بنده هستم پر خطا افتاده اندر تیر چاه ناله ها از تیر چاه سوی محمد میکنم پای بوسش میشوم پای بوسش میشوم گر بار بینم روی او همچو سرمه من به چشمان خاک محمد میکنم چون رسد روز شفاعت چون رسد روز شفاعت لایق شده با امید دست اندر دامنی پاکی محمد میکنم هرگهی خیزم ز خوابم یاد محمد میکنم زمزمه اندر زبان زمزمه اندر زبان نام محمد میکنم صلی الله علیه و سلم لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد بسم الله الرحمن الرحیم. در درون مکه خانه خدا
دوستان عزیز برادرای قدردان خداوند بزرگ همه شما را به همین مقصد برسونم. راستی گپ فرصت نداشتم، نمیدونم شما را برادرای عزیز فراموش کردم. خداوند بزرگ همتون را به مقصد برسونم. دوستان عزیز کوی صفا مردم دعا کرستین کوی صفا صفا دوستان عزیز کوی صفا اینجا همه رو پرای مکه روزی دوستان عزیز در اینجا با 7 گروپ میداوی خدا خدا و پاک پروردگار یا الله یا کریم یا رسول دوستان عزیز من چیز شنیدم مال شما میگم سلام باشه. انشاءالله که خداوند بزرگ همه شما رو همجا در نصیب بگردونه خونه خدا رو ببینید. سلام باشه. نه برادرها नहीं पता नहीं अपना पता नहीं चलो मेरे साथ हमें तो रोशी बात आपने वर्ग के 2 दफा 15 लिखी दो लेके दो दिया हमने दिया तो दो ने उसको दिया मोटा तक घेरा गया दिया और खर्च रह गया किलो और ऐसा लेके वो तो निश्चित शुरुआत में नहीं दिया मतलब दिया एक बना ना एक पे लिखा था ना दूसरा काम है वो तो नहीं करता तो उनका भी था मेरा नहीं था उनका भी था मशीन जीरो मोटा वाला था मोटा वो मेरे साथ नहीं आया वो कहता उसके खाता है मेरे साथ कह रहा है उससे चल रहा है आपने वर्ग के लिखी हो ना ताना था भी है ना मेरे को क्या लिखा भी है سلام علیکم دوستان عزیز در کعبه حضور داریم. کعبه با همراه دوستم بابا آجی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و خواهران عزیز خوب هستید؟ ما این قرار داریم در مکه. انشاءالله در حق هر یک و یکی شما دعا میکنیم که خداوند این خانه بزرگ را نصیبی شما بگردانند برادران. همین خطا میگم که همین جیب میپه خونه پونه را مرا بفروش بیا و خدا شایمون میشه. انشاءالله خداوند بزرگ ما خداوند همه تا نصیب کنه برادران. همه تا فیض و برکت ای بلوی سرتون اول برزونن بایشین این ما تایی ساعته بلور نشون شده. اینو نمیبینی دوستان عزیز سر تراشیدیم سر بلند باشه سر باشه شو اونجا مثل
صلی الله علیه و سلم. و بسم الله الها تیز کن تیغ زبانم را، و بسم الله الها تیز کن تیغ زبانم را، بر رحمان و رحیم نصرت قرین گردان دهانم را. بخوانم من آیت از مغز جانم، برای آن خدای مهربانم. سبحان الله به هر دمم یار توی، سبحان الله کشایشی کار توی، سبحان الله به عزت کل فیکون، سبحان الله مرادی همین جماعت مسلمین را حاصل کن برحمتک یا ارحم الراحمین. ای خدا عبادة عظيمة وقربة جليلة بدأها سبحانه بنفسه الكريمة وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأمر بها المؤمنين من خلقه. فمن حبه سبحانه لنبيه قرن طاعته بطاعته وحبه باتباعه وذكره بذكره، فلا يذكر الله جل جلاله إلا ويذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سلام علیکم برادرای عزیز. کوه نور، غار نور، همون غاری که پیغمبرمون محمد صلی الله علیه و سلم طوری 3 شبانه روز در این بالا در درون غار بجا شده. راستی که ما هم باری اول هم برآمده استیم. هنه من خواستم که برای شما هم من تماشا کنم هم شما ببینید. میریم انشالله. فقط من در رسم آبی زمزم دارم. اینجا بسیار بچه های احتیاط کنن که مقصد جدا مایمون های سیدکا تونمه دیزه پل ملا تونمه دیزه احتیاط کنید. این زنکو را سیدکا شونه دیدن مایمونو پاسپورت ماسپورتو پل ملاشون رفتم. پاسپورت ماسپورتو را هر جا گفتم پل را نیفتن. مقصد که با جدا آدمای هست که پل ملا را ممکن که عدس مایمونو میگیرن، آدما میگیرن. خیلی خیلی که احتیاط کنین وقتی که همین که میاین سمکاتون رو بجا کنین که سمکان نیارین. اون میبروین بچه‌ها با چیزی من شما نشون میدم. برای عزیز سال پیش نخ جار بودگی حاضی مقصد دای کردگی شروع کردگی 100%. اینه نخیره شروع کردگی تو بالا رو میری شما که تو آنطوری که هم میریم. امروی من عقیب دمونده. باری دیگه همه روزه زن پیغمبرمون محمد صلی الله علیه و سلم مادر عزیزمون هر روز یک بار برای پیغمبرمون انا میکرده. انم راستی کعبه او خود میورده هر روز یک بار. اینا باز راه بی عبودی را بیکردگن خشرو فسان کردگن ایرا ما باید ازا میبریم. یاش باشی چی گم نبوده. انشالله که مرا هنیز کردم و این 7 مینوت ده. انشالله که یاش باشی در هم میبرم ده. اصلا مسافت باشه کمپیر باشه کمتر دشوارتره که راه خشرو کردیم. فوق ولا تحت؟ اطلع يا ابني. يا ابني انا بقول لك بس هنا هي تعالي. هاي فروم بنغلاديش. ايش فروم؟ ايش فروم؟ انا لا فروم دي بنغلاديش. انا ما فروم. آره جنه زن کام هستن هر دکام هستن یک بلندیشو برو اومدیم. راستی گفت
بسم الله الرحمن الرحیم. این طرف هم شهر بودن. این طرف هم شهر بودن. یک بلندش برون میدونی بلندش مون. انشالله که ایشتم میبریم. ایشتم میبریم انشالله. فهمست نگیرتن و مشنال برسن ایده امروی من قفوده موند. غالب قطعی معروف عقیب ده موند. موندن عقیب ده. انشالله که اومدیم قریب. گفتم که یاش باشی چی گپ نبوده. چند مینوت چی دکه برو اومدن مونا؟ 13 مینوت انشالله که همین مینوت پس اونا بالا رکش میرسیم. کو کجا دا باشه که غور؟ تا اینجا همه را خوندگی یا کتاب شا؟ همین خوجه میرزا خوردی همین گوش کگم میده گفتگی ها؟ چه خیلی 10 یاری بیشتی؟ ای بچه رو استاپ کن. بسم الله الرحمن الرحیم. اومدیم مغرب. آدمای مغرب دیدیم. سلام علیکم. برادر عزیز قریب اومدیم غارده. فکرم که لا اله الا الله محمد رسول الله. اینا انشالله که بالاتر گونه هنه مجاه هم آزان بیده در نه آدم شتگی بدهی در سوی شتگی نمیبینیش دیگه. الحمدلله صورت گرفته استیانو. بسم الله الرحمن الرحیم. کافه رو دادون انشالله که غاردن نزدیک شدیم انشالله. اینجا چی باشه؟ رنگ مسجد دوره من مسجد کردن کسی کسیتی نمازت نامانی اکنم شهر مکه چقدر پاده می بوده که کوی خود من خمی گردم پیسته چینیده و خیلی کم تر اینجا که تیز بعد راه گشتیم کوهی بازمین تر. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. نه آمدیم طوری همون که پیغمبرمون در غار بجا شدیم. انشالله که
مایمون اونجا بدیانی اینه برادران صوت خبر نگیرنش مایمون اینه مایمون بی اینه بی او مایمون چاکو خطیه نه بچه چاکوش خطیه ما مایمون چا نه برادر مایمون چا کرد ما اینجا مایمون نمیجون باشه این راستیاب اومده همون جایی که پیغمبرمون سه روز جوش نگه یکیم عرق کرد جای خوب از با شما ده نشان میدم هم مایمونو میدیزن مقصد کنکا گفتیم کنکا گینا دیدی انا بسم الله الرحمن الرحیم انا جای نماز خوندنش اینجا در رکعت نماز میخونی بسم الله الرحمن الرحیم اینا ها ما مایمونه بسم الله الرحمن الرحیم انا همی غاری که شما ببینید اینا انا می غار ده پیغمبرمون مایمون قطعی مایمون در رومالش کشول شید و آس داره بیچاره کودک مایمون در رومالش انا می غار ده پیغمبرمون نماز کنه گز کنم میرم شما ده نشان میدم پرینا ما پری مایمونه یا الله بزرگ این رو پرو این دوستان عزیز نمیریم طرف غار بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم اینجا مایمون هم بود مایمون رو دقیق احتیاط نکنیم میدزدن از هم داره در خط خیز میکنیم مایمون چه کنی باش اون مایمون میکنم هم 20 minute راه بده برادرای عزیز تو هم طوری یولا رو 20 minute ان شاء الله که میبره همین بچه یوش باشه خیلی کمک آدمی پیرتم ممکن کمتر وزنی باشه بچه‌ها هم 20 minute راه بده اینجا در غار میدونیم ما نه تا بالا خطی رفتن که نه درون خطی اینجا همین تا بسم الله الرحمن الرحیم اینا برادرای عزیز اینا برادرای عزیز غاری که پیغمبر مون در اومده اینا می سنگورا خب دیگه اینا کراسوفیا کسا گفتم میبرم میتونش بسم الله الرحمن الرحیم دقيقة حاجة دقيقة مكان بیا دقيقة اینا ایستادم اینا بیا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله يلا خوش يلا ما حد ماكو حجي تعال ماكو بطل والله بطل روحي بسم الله بس خل هذول يصيروا عبر دقيقة هذا راحتك روح تروح روح زوجك تروح يلا بسم الله الرحمن الرحیم الله يساعدك هاي كاكا بسم الله الرحمن الرحیم كل سوي شميوي شكرا نه پیغمبرمون در امین غورو پیغمبرمون در امین غور نماز خونده اینجا در برادران نماز خوندستین و ما انشالله در رکعت نماز میخونیم انمی غوره که بار اول آیات اقرا انمی غورده پیدا شده اقرا
یعنی بخون بخون این همی غور انا میغورده پیغمبر ما نماز خوندیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همینجا ما ایشونگی در کار نماز دوستان عزیز، غوری که اولین پیغمبر فهمید که در همینجا پیغمبر است. همین غوری که اول آیات های قرآن نازل شد، سوره اقرا در همینجا پیش کم هست. تمام میفروی نمیجای. جای شیطان اصلا مزنی کو خدا جبال نور شامی هیرو پری میمون ایره بی جبال نور این هیرو ای تاقا جبل نور این هیرا بشكل بس دعاء وزيارة صلي هناك الصلاة ميمون رو بینه پری میمون اینجا ایره بی ای خداوند بزرگ در نام جانم حضرت مرتضی انا میگوره که پیغمبر ما نماز این مکان من همون مکانی هست که پیغمبر مونو در انمی شهر کلان مقصد غم میدادن نمیموندن که خوش روی عبادت کنن. انمی غار جای عبادتش بود. پیغمبر مون همه مونو دوست میداشت، فقط امتی میگفت برای چی ما ویرا دوست نداریم. من جایی که پیغمبر مون دستش رسیده، پیغمبر مون همجا در گشت گذار کرده، همجا در نماز خونده، همجا در آیه اقرا پیدا شده، کتاب قرآن بگیم همجا پیدا شده. جایی هست که جایی که فقط باید نقض ببینیم و دوست بداریم. بیاین اومدم بگیره. بدرای نکم تو نمیخوانجی بفکرم این خبیو خیلی نباشید. خداوند نگهبان عمل باشه. انا سلام و درودی به پایان به کل هموطنان، به کل فارزبانان روی دنیا. انا برادرای عزیز، همین که شما میبینید غار ساو، انا درجه ما شما رو با نشان میتونم. این برادرای عزیز، باید که ما تصمیم گرفتیم رفته غاری که پیغمبرمون در درون بجا میشد که نماز میخوند، ما نشان میتونیم های شما داد. اینجا همه مکه و مدینه، اینجا کعبه، اینجا هم دوری مسجد کعبه. انا برادرو اینجا هم کعبه. حالا من غورا نشان میتونم شما داد. غاری ساو. این غاری ساو ها همین اینا الصورة اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق فتح أبو بكر الصديق این همه که هی انا مو سانگ نشون میکنه این میسن هی انا میسن. خداوند قوت و بتیا ان شاء الله که میگویم مکان که غورا ما با شما باز نشان میدم. این ازانی سلام علیکم و رحمت الله. نمازی پیشینم از آن شد دادن. اینجا رهبره با جای نمازخانی دارن.
خانه خدا را همینجا میبینی، نگاه کن. در جای خورو بوده، این خیلی خوره، همه خیلی قریب کم خیلی خورو در جای خمون هم هست. این یکمی دیگه درختش کم، درخت نداشته. الان درختش مونده نشان بتون. اینا رنگی همین خوره، خور باشه، جانتاق باشه، درخت باشه، چیه دیگه راستی نفهمیدم من. این خیلی درخت هم که که دگشتم که در جای خمون نیست. برگش یک نمت خوروی خمون در مونانده یو. خیلی ما بروماده رفته استیم. خدا نصیب ما بگردان و میماریم خوره میبینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم برادران عزیز. من کتاب آخر کرده اومده سیم ان شاء الله که من بالا دا ان شاء الله رفته سیم راه نیست زیاد کردیم. اومده رفته سیم ان شاء الله. شما دعاگو باشید در ان شاء الله که ما تمام نمود ملت ها همه مسلمان ها اینجا در غور بوده که غوری که مقصد سرپناه اما باران ده اما برف ده سرپناه. سلام علیکم و رحمت الله. همه مقصد کوه سنگی همه بالا ده غوری که پیغمبرمون محمد صلی الله علیه و سلم در غور بجا شدگن. انشاءالله که میبریم یک جای میبینیم. سربلند و تنسط خاناباد باشه. بازم خداوند نگهبان هر یک ما و شما باشد. من راستیت تسترک آمدم، ای برادرام آمدم بالاتر ده همه رو انتظارم که بیایم. من که دیننگی غوره که رفتیم مقصد در اونجا آیه قرآن نازل شدگی بود. ای که او که خیلی فرق داره. او که نور بود، این غار، این که ساور است. راستیت این به حد در بلندی او را ما هم جوانی خشوتر هم با قوتر باشه همین انشالله که 40 مینوت او را میبرویم دیر چی همین مقصد که همین خشو به خزیق بره 40 مینوت میری. 40 مینوت هم تیز میری، 20 مینوت هم مقصد نیم ساعت هم میری. این همین برآمدنش یک نیم ساعت 2 ساعت با همین عبارت تیز 2 ساعت میبروی ایشا. انشالله که چقدر گفتم من بار اول یک بار رفته استم. انشالله که میریم یک جای میبینیم. سر بلند باشید. خانه خدا بزرگی خدا جانم بینه سنگه رنگ پای منچه کردگن سنگه. اینه سنگ همش تا بالا رو سنگ همه سنگ ها رنگ پای منچه کرد. خیلی رفتن میگیره. خیلی جاش آدم ها سختگم بفکرم. خیلی خدا خودش بزرگی خدا بزرگی خدا جانم. عجایب غورو رو میبینی روی عجایب غوره تا زنگ میداره با حضور خو میری.
یا ربی همش غورن. اینا یا ربی همه جای همینجا غورن. همه که غوره که سر بلند باشه دوستی عزیزم. همه که خداوند بزرگ نصیبمون بگردونه میریم همون غوره که پیغمبرمون خوب رفت. از چوریارو از مشرکین از کافر پنهان شدگن در همین غار. ابوبکر صدیق در همین غار وقت پیغمبرمون محمد صلی الله علیه و سلم خوش میبره مار میگازه. پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم ای خوب بیدار نشو گفته همون درد خودش توقت میکنه. مار نمیدونم به یک روایت چند صد سال در همین غار انتظار بوده که دیدار مبارک پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم ببینه. اینجا هم یک غاره قریب که اومدیم همین بالا ده غاری ثور غاری ثور. سر بلند باشه دوستانم. خداوند بزرگ ما رو نصیب بگردونه بریم در این غار. سلام علیکم و رحمت الله. فیلش شکران 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 شکران. اینجا دیگه کفترکا رو بینید دام خورده استیان. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این انشالله که آمدیم همین بلندی در رسیدیم. سلام علیکم و رحمت الله. این برادرای عزیز همین بلندی در آمدیم. انشالله که خدا خواسته باشه ما غار برای شما نشان میدم. یا بسم الله الرحمن الرحیم. همین بلندی حاجی خداوند بزرگ نه همین بلندی در ما رو نصیب گرداند. اینا بسم الله الرحمن الرحیم. اینا در هم طور همون بلندی غار ثور. اینا ثور. نه یا بسم الله الرحمن الرحیم. به هم بلندش نبرن. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بسم الله. اینا بسم الله الرحمن الرحیم. اینا بلندترین اینا همه چیز دیگه اینا. لا اله الا الله محمد رسول الله. خدا یک محمد رسولی بر حق. یا الله شکرانت یا عدد شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. میریم برادرها. من ویدیو رو نکشتم بخیر خدای کنه که من شما دارم نشون بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. مورد اینجا برادرم همینجا دایی. بسم الله الرحمن الرحیم. انا همه غوره که حبیب خدا قطعی ابوبکر صدیق در انا اینجا پینیونش دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. این همه غار پیشک هست. همه جوده پیشک هست. انا برادرای عزیز ایروی نقلا ایروی شنیدیم میگه که سرخی های مار. فکر کنم که همین سرخی ها بوده. سرخی ها رو محکم کردن. به فکرم که همین سرخی ها رو محکم کردن. خیلی جدا میان نام می نویسن. اینا همه نمود نام ها هست. خدا را شکر. خدا را شکر. خدا را شکر که در همون جاییم. خدا را شکر. بیادت شکر. همون غوره که حبیبی خدا در همونجا بودن. سری مبارکشان ممکن که در همونجا رسیده باشه. دیگه پیشک پیغمبر خدا به حد دوست می داشتن. هریره خواستم که حبیب خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یا بسم الله. یا بسم الله.
سنگ غور بده اینا. این خونه خدا، سربلند خونه آباد باشه.